شهر کلابی ولایت خطلان می باشم. تولدم 2003 می باشد. ما در روسیه در شهر ولادیمیرسکی اوبلاست با گروه داعش دعوت شدیم. وقتی که ما در روسیه بودیم و ما گفتن که اول باید به ترکیه، بعد ایران و بعدا به افغانستان هجرت نمایید و ما هم هجرت نموده به افغانستان آمدیم و ما خبر رسید که باید شما به کویته پاکستان هجرت نمایید تا در آنجا درس شرعی و حربی را آموزید. بعد از درس‌های شرعی و نظامی ما پلان‌های خودمان را به شما اجرا می‌نماییم و ما تصمیم گرفتیم که به کویته پاکستان سفر نماییم و در نیمروز وقتی که خاک افغانستان را عبور می‌کردیم از طرف مجاهدین امارت اسلامی دستگیر شدیم. من دولت و سیراج‌الدین شمساویچ سال تولدم 1 ینوری 2003 در تاجیکستان در ولایت خطلان در ناحیه اوسه تولد شدم. من در روسیه بودم، به داعش جلب شدم و آنها به ما امر کرد که از طریق ترکیه به ایران و از ایران به افغانستان بیاییم. ما در افغانستان بودیم، ما را توسط تلگرام امر کردند که به پاکستان و شهر کویته برای درس‌های نظامی و دینی بیاییم. ما بعد پاکستان روانه بودیم که در مرز افغانستان ما را مجاهدین امارت اسلامی دستگیر